همه ما معمولاً دوست داریم هر جایی از دنیا رو که شده ببینیم، اما رفتن به مکانهایی که امروز قراره معرفی بکنم غیر ممکنه و ورود عموم به اونجاها ممنوعه. سلام رفقا، به 1001 دانستنی خوش اومدید. توی ویدیوی قبلی در مورد اسرار ذهن صحبت کردیم. اگر دوست داشتی حتما یه سر بهش بزن. مکان اول، کلوب آقایان وایت. کلوب آقایان وایت یکی از اختصاصی ترین کلوب های انگلیسه. این کلوب در سال 1693 توسط یک فرد انگلیسی به اسم فرانسیس وایت برای فروش شکلات داغ افتتاح شد. مدتی نگذشته بود که این کلوب تبدیل به یک کلوب اختصاصی شد. در این کلوب اعضا روی هر چیز عجیبی قمار می‌کردند. مثلا کدوم یکی از قطره‌های بارون از روی شیشه زودتر به پایین میاد. یکی از دلایلی که این کلوب در لیست ممنوعه اومده اینه که خانوما به هیچ عنوان اجازه ورود به اینجا رو ندارن و آقایون هم به شرطی میتونن وارد بشن که یکی از اعضا دعوتشون کرده باشه و اون عضو هم توسط دو عضو دیگه پشتیبانی بشه. مکان دوم، مسکوریه، اسم شهری در روسیه است که گفته شده محل زندگی اشخاصیه که روی کوه یامانتا کارهای سری انجام میدن، چون هیچ کس نمیتونه وارد این مکان بشه. این شهر خیلی هم تاریخی نیست و در سال 1979 ساخته شده. کوه یامانتا با ارتفاع 1600 متری بلندترین رشته کوه اوراله. به گمان آمریکا در این منطقه تأسیسات هسته‌ای مخفی وجود داره. وقتی آمریکا از روسیه در مورد هدف از ساخت این منطقه سوال کرد، دولت مردای روسیه گفتن که این مکان کاربردهای زیادی داره، از جمله مخزنی برای گنجینه‌های روسیه، بهینه‌سازی مواد غذایی در زمان جنگ و برای جنگ‌های اتمی. این مکان پناهگاهی برای دولت مردای روسیه است. مکان سوم، بایگانی مخفی واتیکان. ورود به بایگانی اسناد و مدارک واتیکان ممنوعه، ولی امکان دسترسی به اسناد و مدارک برای مردم وجود داره. اگر دوست دارین سندی رو ببینید یا اونو مطالعه بکنید، درخواست کتبی خودتون رو براشون ارسال میکنید. اما دسترسی به اسرارهای مهم که برای 70 سال پیشه به دلیل مسائل سیاسی و نظامی فراهم نیست. مکان چهارم، منطقه 51، یک منطقه نظامی در ایالت نوادا آمریکا. از این منطقه برای آزمایش هواپیماها و سلاح‌ها استفاده میشه. ورود به این منطقه مطلقاً ممنوعه، ولی در منطقه 51 درباره اشیاء پرنده ناشناس هم تحقیق میشه، یعنی همون فرازمینی ها. مکان پنجم، اتاق 39. اتاق 39 یکی از سازمان‌های کره شمالیه که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به منظور کنترل مالی برای پسر و خانواده‌اش تأسیس کرد. خیلی ها اعتقاد دارن که توی این اتاق کارهای مثل نقل و انتقال ارز خارجی از مقصد سوئیس به کره شمالی و معاملات غیرقانونی و تقلب انجام میشه. بعضیا هم معتقدن اتاق 39 در قاچاق مواد مخدر و سلاح‌های غیرقانونی دست داره. با اینکه کره شمالی همه این اتهام‌ها رو رد کرده، ولی باز هم ورود به این اتاق اکیداً ممنوعه.
مکان ششم کلوب 33. برخلاف تصور خیلی از مردم، توی خیلی از رستوران‌های دیزنیلند مشروبات الکلی هم سرو میشه، ولی توی روزهای معمولی و عمومی از مشروبات الکلی استفاده نمی کنند. با این حال در داخل دیزنیلند مکان‌های خاصی وجود داره که همیشه توشون مشروبات الکلی فروخته میشه. کلوب 33 یکی از مکان‌های خاصه، اما ورود بهش بسیار سخته. اول باید عضو این کلوب بشین، چون بدون عضویت امکان ورود به این کلوب وجود نداره و هزینه عضویتش در این کلوب حدود $30,000. بعد از اینکه به سختی تونستید این پولو به دست بیارین، باید منتظر بشین برای عضویت اسمتون آخر یه لیستی میره که حدود 14 سال باید انتظار بکشید تا نوبتتون بشه. مکان هفتم معبد ایسه. این معبد مقدس‌ترین معبد در ژاپنه و از 100 معبد تشکیل شده. این معبد هر 20 سال خراب میشه و دوباره ساخته میشه، چون به این ترتیب چرخه مرگ و زندگی دوباره کامل میشه. آخرین بار در سال 2013 این معبد تخریب و ساخته شد و تنها افرادی که میتونن وارد این معبد بشن راهبه ها از طرف خانواده سلطنتی هستند. یعنی اگر شاهزاده یا شاه دخت نباشید اصلا نمیتونید وارد این معبد بشید. مکان هشتم مترو مسکو. گفته میشه ختم شمال دیومتری مسکو زمان استالین ساخته شده. روزنامه نگاران گفتن که مسئول سرویس امنیتی روسیه و مدیریت مترو هیچ وقت وجود یا عدم وجود این خط مترو رو تایید نکردند و بر اساس گفته ها این خط مترو خیلی طولانی تر از دیگر خطوط مترویی که مردم عادی ازش استفاده میکنن. عدم تایید وجود همچین خط مترویی رفتن به این مکان رو سخت‌تر هم کرده. مکان آخر مونتودر. این مکان تنها مکانیه که برای عموم بازه، اما قطعاً کسی دلش نمیخواد به اینجا بره. مونتودر پناهگاهیه که برای هر اتفاق فلاکتباریه که قراره در دنیا بیفته ساخته شده. یعنی این منطقه آخرین امیده. این مکان در سال 1950 در جنگ سرد ساخته شد و هنوزم سر پاست. سونامی‌های وحشتناکی در دنیا اتفاق افتاده که فاجعه بزرگی برای اون کشورها بوده. موضوع ویدیو فردا در این مورده. پس این ویدیو جذابو از دست ندید.